این حالت بسیار یاد کنیم. روزی می شود شما هم داخل قبر میرید، این کرپچه ها تبدیل به خاک می شود، این پوشاک های زیبا تبدیل به کفن می شود. این لحظه ها را یاد کنید، آمادگی به این لحظه ها بگیرید. همه ما برادر عزیز روزی این تابوت سوار میشید. خوشا به حال همون نفری که حیات به نیکی میگذرانه، حیات به خوبی میگذرانه، بعد از سرش مردم بگن خدا رحمتش کنه. آخی همین خدا عمر بوده نمیخیلی عمر بوده، خدا زندگی بوده نمیخیلی زندگی بوده. مردم چنین یاد کنن دوستای عزیز، او مرگی ما و شما مرگی طولانه. این خاطر دوستای عزیز از همه شما خواهش عمر و قدر دراز نیست و خدا عمرای ما و قدر دراز نیست. 100 سالم باشه آخرش مرگ، آخرش مرگ. عمر جانت گرچه عمری نو هم باشد ولی شیشه عمری گرانم عاقبت بشکسته نیست. 1000 سال عمرم ببینیم باز هم مرگ چشیدنش مهمه. خداوند همه توفیق نصیب کنه. هر کس که حق داره، حق الله و حق العبد، حق الله نماز و روزه و بندگی است. هیچ کس خالی خطا نیست و خدا می‌سپاریم. خدا غفور و رحیم است. این پدر اگر صاحب زندگی کرده باشند عفو و مغفرت بفرمایید. حق العبد و شبیه است که داد گرفته است بین دوستی و خویش تباری و همسایه داری. اگر مبادا بالاش چیزی مانده باشد من وارثا هستم انشاءالله داده میگیرم. دعا کنیم خداوند سفرش نیک بگرداند. اعمال صالح در زندگی کردن پروردگار را بونیس قبرش بگرداند. هیچ کس خالی از خطا نیست و پروردگار را غفور و رحیم است. این بنده در پوشاک کفن امروز به سوی تو سفر خواهد. سهو و خطایاش عفو و مغفرت بفرمای. سوال منکر و نکیر را در زبانش جاری میگرداند. خانه قبر خانه راحت براش نصیب بازی بده. پروردگارا برای فرزنداش صبر جمیل و اجر عظیم عطا بفرمای. خدایا برای همه ما آخرین نفس‌ها را نفس‌های راحت بگردان. اللهم صل علی سیدنا و نبینا محمد و علی آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.